سلام، خوش اومدید به یه قسمت دیگه از پادکست جشنواره وب و موبایل ایران. من میلاد احرامپوش در کنار شایان شیله. امروز افتخار میزبانی از میثم کیهانی و محمد عربگری عزیز داریم. یه بحث جذاب تو حوزه مارکتینگ رو قرار داشته باشیم. شایان داره میخنده چون میدونه که قرار بحث خیلی منم سلام میکنم به همه کسایی که ویدیوها رو میبینن، پادکست ها رو گوش میدن. برای خودم اصلا حوزه مارکتینگ حالا به واسطه این نتورک که خب دهه 90 و اینا کار میکردم، کلا بحث جدیدیه. قبلش هم هر استارتاپی کار کردم مارکتینگ جالب بود. جالبیه امروز اینه که ما دو تا تجربه خیلی متفاوت داریم که الان دارن به عنوان CMO بگیم دارن تو دو تا مجموعه بزرگ کار میکنن، حالا خودشون معرفی میکنن، ولی دو تا تجربه متفاوته. میثم یه استارتاپ داشت، بعد اومد تو حوزه مارکتینگ. محمد با یه بک‌گراند متفاوت فکر میکنم اومد توی مارکتینگ و خیلی ها هم توی فضای الان حالا هم ترندی تره هم سر و صداش بیشتره، دوست دارم وارد این حوزه بشن. سوال مهم ما تو این پادکست اینه که شما چه مسیری رو رفتین، چی یاد گرفتین، چطوری یاد گرفتین، چه تجربه هایی بود و دیدیم برمیگردیم مثلا میگی که اینو اگه یاد میگرفتم زودتر بهتر بود، یا این تجربه رو اگر اونجا این کار رو نمی کردم میتونستم خیلی الان میتونستم حتی موفق باشم، یا به جایی که رسیدم زودتر میتونستم برسم. حالا میخوای با تو شروع بکنیم. خلاصش اینه که چجوری CMO شیم دیگه. آره و چقدر آخرین سوالمون هم اینه که چقدر توش پوله، یعنی یه شغل پولسازیه. بریم دیولپر شیم، بریم تو حوزه مارکتینگ و با تو شروع کنیم. من سلام عرض میکنم خدمتتون، خیلی ممنونم. باعث افتخاره بر من پیش شما و میلاد عزیز باشم. خب من شایان رو از خیلی زمان قبل میشناختم. من اولین استارتاپی که داشتم شایان گفت ناربلا بود اگه خاطرت باشه، تو OLC رو داشتی اگه اشتباه نکنم. آره OLC رو داشت. آره بعد خدمت شما عرضم که من یه هیستوری کوچیک بگم بعد بریم سمت محمد. من اصلا آدم تکنیکال بودم، من فنی بودم. من در واقع میشه گفت توی پارسانلان شروع کردم کار فنی، رفت بودم سمت سیسکو، در واقع CCNA و CCNP و روتینگ و NOC و غیره. یه دوست خیلی قدیمی داشتم که یه روز اومد با هم صحبت کرد که بریم به سمت اینکه دنیا داره یه چیزایی راه انداخته مثل آمازون و غیره. اون موقع خود منم خیلی نمیفهمیدم چی دارن میگن و چی هستش موضوع. خلاصه منجر به این شد که حالا اون موقع اسمش استارتاپ نمیگفتیم، اون موقع گفتیم یه فروشگاه اینترنتی، یه سایت. بعد هر وقت هم گفتیم سایت، حداقل 6-7 نفر میگفتن که گلد کوست. باور کن یعنی حتی 4-5 بار ریختن تو دفتر ما بابت اینکه شما آدما میشینن پشت میز کله هاشون اینجوری میکنن، خودمون فروشگاه اینترنتی. اون موقع نه درگاه وجود داشت نه پوز وجود داشت. من یادم پیک ما تو کیسه پول جمع می‌کردیم. از اونجا یواش یواش دیدم چه جای باحالی مارکتینگ. و بعد هم یکی از تاثیرگذارترین آدمای زندگیم آقای فاتح که در واقع میشه گفت مدیر عامل پارسانلان، آقای رضا فاتح بودش که خیلی منو پوش کرد. اون موقع هم خب اوضاع مملکت اینجوری بود که آدمای خارجی خیلی بودن، در واقع کار با خارج خیلی راحت تر بود و باعث میشد که تو یاد بگیری. خلاصه این از اینجا شروع شد. زمین خاکی ما ناربلا و پارسانلان بود، بعدم حالا استپ استپ اومد. حالا می‌خوایم با محمد خوش معرفی کنه بعد دور بیشتر از بسیم. خیلی عالی. منم سلام میکنم خدمت بینندگان عزیز. خیلی خوشحالم در خدمتتون هستم. من سال‌هاست هر سه تا شما عزیزا میشناسم. مدت‌ها بود ندیده بودمتون، به خاطر این خوشحالم. خدمت شما عرض شد که من تقریباً هولوش 10 سال پیش کار کردم توی فاز مارکتینگ رو شروع کردم. اون موقع شروع بحث دیجیتال مارکتینگ توی ایران بود. من به لطف اعتماد خود شایان به مجموعه نتورک اضافه شدم. اون موقع ما بیشتر درگیر ادورتایزمنت بودیم، تبلیغات مستقیم انجام میدادیم برای اینکه بتونیم یوزر رو از طریق بنر اد بیاریم روی حالا وبسایت یا در نهایت اپلیکیشن. بعدتر یه مقداری جلوتر که رفتیم دیجیتال مارکتینگ توسعه پیدا کرد و اینباوند مارکتینگ اومد داخلش و خود مجموعه ما تغییر جهت داد به سمت اینکه سرویس‌های دیگه هم داشته باشه. این تغییر جهت مجموعه باعث شد علاقه ما هم زیاد بشه به سمت مارکتینگ و بریم شاخه‌های دیگه مارکتینگ رو دنبال کنیم. حتی مثلا بریم مسائلی که مربوط به مارکتینگ نیستن، مربوط به فروشن، مربوط به ساپورتن رو در موردشون علممون رو بالاتر ببریم که ببینیم چطور میتونیم بیشترین بیزنس رو درک بکنیم. بعد از تقریبا 2-3 سال دیگه ما
داشتیم فول سرویس ایجنسی خدمات میدادیم و خب چند تا از بچه‌هایی که اونجا در واقع داشتن فعالیت میکردن اون موقع مسیر رو جالب مستقیم پیش رفتن که الان مثلا هر کدوم مدیر مارکتینگ‌های مجموعه مختلف اپلیکیشن و پلتفرم‌های مختلف توی ایران هستن که ما همه چند نفر تقریبا استارتمون رو با 1-2 سال اختلاف توی اون بازه زمانی زدیم. ولی بعد از اینکه خب بحث اینباند مارکتینگ و تبلیغات داخل وبسایت و بحث تولید محتوای داخل اینستاگرام و اینا داغ شد، ما خب گرایش پیدا کردیم که مارکتینگ رو یه مقداری از دورتر ببینیم و من یه جاوا فر گرفتم از جاوینجا و رفتم جاوینجا. اولین بار شروع کردم یه تیمی رو تشکیل دادن برای اینکه به یه هدف خاصی برسیم و غالبا هم کارمون توی فضای آنلاین بود. یعنی یه جورایی مثلا میشه گفت که اون موقع ما دیجیتال مارکتینگ منیجر بودیم بیشتر از اونم نیاز نداشتیم. ما مثلا سازوکاری که اون موقع بالا آوردیم برای جاوینجا هنوز داره کار میکنه و خب بعد از جاوینجا من رفتم داخل حوزه این که خودم بتونم به صورت مستقیم به عنوان ایجنسی خدمات بدم به یه سری از مجموعه‌ای که مثلا میشناختم، خدماتی که حالت مانیتورینگ و پرفورمنس مارکتینگ داشتن. میدونستم که دارن مجموعه کار میکنن و خب ما میتونیم شاید بهشون خدمات مانیتورینگ بدیم راحت‌تر از این که بتونیم بهشون شاید مثلا کمپینی رو بفروشیم یا خدمات دیگری رو. دیگه خدمت شما شاید که ما تقریبا 3-4 سال مثلا توی دوران کرونا بود تونستیم دووم بیاریم و بعدش من وارد دوباره فضای پلتفرم‌ها شدم، فضای این که بتونیم یوزر رو دوباره اکوایر کنیم و وارد فانل کنیم و یوزر ریتنشن داشته باشیم داخل تاخچه. باز هم ما اینجا بیشتر میشه گفت درگیر کارهای دیجیتال مارکتینگ بودیم. بحث اینباند مارکتینگ زیاد جدی توی تاخچه مثلا پیش نمیرفت، اما بعدتر مثلا من به پیندو ملحق شدم که توی داخل پیندو ما مثلا یه تیم 10-12 نفره تشکیل دادیم که عملا یه تیم تاسک فورس دیجیتال مارکتینگ، بازم کنارش یه تیم مارکتینگ کامیونیکیشن هم حضور داره. این مسیری که من رفتم استارتش از یه جورای دیجیتال ادورتایزمنت بوده و خب الانم در نهایت بیشتر توانایی‌ای که من به دست آوردم به کار پلتفرم‌ها و اپلیکیشن‌ها و وبسایت‌ها میاد. یعنی حالا پلتفرمایی که بیشتر در یوزر اکوزیشنن، شاید شروع کارشونه، یا اینکه شاید درگیر یوزر ریتنشنن، به آدمایی مثل من شاید نیاز پیدا بکنن. در خدمت. خیلی عالی، جذاب. خب چرا تو فکر کنم که خیلی الان محمد اینطوری بودش که بیشتر رفت رو حوزه دیجیتال، ولی تو فکر کنم تو کل مارکتینگ یه ذره فرای دیجیتال بود. یعنی یادم اون موقع تو پارس آنلاین هم که بودی هم دیجیتالشون رو کار میکردی هم یه اکتیویتی های خیلی چیز داشتی. این دوتا فضاها رو یکی رشدش رو چجوری میبینی و سوال اصلیمون اینی که یه ذره البته باز از تجربه مارکتینگ رو پروداکت خودت ناربلا و بعد رو پروداکت شرکتش هم گفت کورپریت و بزرگترم بگی به حال تجربه های جالب چی بوده؟ من یه چیز یادم افتادی که میثم خودش یه سری فضا رو ایجاد میکنه، یه سری کارهایی رو یه تایمی انجام داد تو پارس آنلاین که تا اون موقع کسی نه که اون تبلیغات دور زمین فوتبال و اون چیزایی که حالا اون موقع خیلی مرسوم نبود همه تعجب کردن، مثلا وسط بازی داره تبلیغ پارس آنلاین داره پخش میشه. نمیدونم بازی رئال بود بارسا بود، رئال بود، 13 تا بازی سال اول بود، 23 تا بازی سال دوم. آره، و یه سری کارهای جدیدی که حالا خودش بیشتر اشاره میکنه. یه تایمی خب با سفر مارکت با هم بودیم و واقعا کارهای جذابیه که حالا شالسه. به موقعیتش من یه تایم زیادی خب همونطور که گفتم کار آیتی میکردم. از یه جایی بعد دیدم که خیلی بورینگه برای من و شخصیتی دوست داشتم که کارهای متفاوت بکنم. یعنی همیشه هر کاری که کردم سعی کردم که یه ذره متفاوت باشه. تلاشم این بود. حالا اینکه چقدر موفق بودم واقعیتش نمیدونم. یکیش همون ناربلا بود. واقعا حالا تو خود تجربه اون موقع رو داری، خیلی سخت بود. یعنی فروشگاه اینترنتی رو بردم بالا، دیتا انتری کردن. ما سال 83-4 بود که دومین ناربلا رو بردیم بالا. بعد اسم اون زمان مثلا نمیدونم تهران کالا بود، همه کالا بودن و دیجیتال و اینا. ما یهو رفتیم یه اسمی انتخاب کردیم به نام ناربلا. این خودش نشون میداد که من دنبال اینم که متفاوت باشه. بعد شروع کردم خوندن که یاد بگیرم اصلا مارکتینگ چیه. یعنی
فکر میکردم مارکتینگ یعنی یه بنر گذاشتن توی ناربلا، بعد دیگه خیلی حرفه‌ای شده بودم اینه که باید این سی تی آر خوبی داشته باشه یا نداشته باشه، رنگ سی تی آر چی باشه. همینجوری که رفتیم جلوتر خب با مجموعه مختلفی هم برخوردیم، مثل خود بچهای ایرانسل اون موقع ما دادن کمپین ران کنن. یادم اون موقع برادران شکوری میهم بلاگ اگه اشتباه نکنم تازه خریده بودن، کلوپو داشتن. خب منم یه دوستی داشتم که تو ایمان نقشینه بود و اونا میمادن گفتم ما میخوایم کمپین آنلاین بریم. من اصلا کلمه کمپین رو 3-4 بار تکرار میکردم که بفهممش چیه. آره و این باعث شد که یواش یواش واقعا سویچ کنم از فنی برم سمت بازاریابی آنلاین. ما هم 2 نفر بودیم 3 نفر بودیم ناربلا رو شروع کردیم، یکی اون کار مالی میکرد، یکی اون در واقع رسانه فروش بود. اینا فکر میکردم من پارس آنلاین کار میکنم، احتمالاً با آنلاین بودن فروشگاه آنلاین ربطی داره، در صورتی که هیچ ربطی نداشت. اونجا بودش که رفتم خودم یه ذره یاد بگیرم. میگم اون موقع فضا اینجوری بود که تو پارس آنلاین هم بودم همزمان. خب آدمای خارجی اونجا زیاد بودن، میتونستیم ازشون یاد بگیریم. یواش یواش رفتم جلوتر، دیدم واو چقدر دنیاش اون دنیاییه که تو توش میتونی خلاقیت خلق کنی. ببین تو آیتی، توی کد نویسی، توی سیسکو خلاقیت میتونی انجام بدی، نمیگم نمیتونی انجام بدی، ولی توی چارچوبیه، توی پرانت باز میشه اون تو باید خلاقیت تو کل اونجا باشه. ولی مارکتینگ فضاش جدا بود دیگه، متفاوت تر بود، به قول میلاد یه لیگ دیگه ای بود. بعد به خاطر همین خیلی برام جذاب شد، رفتم شروع کردم کورساشو خوندن، رفتم کلاس‌های مختلف. کلاسم هیچ وقت پول ندادم، همیشه میرفتم مثلا توی یوتیوب، حالا اون موقع مثل الانم نبود، یا یادم یه سری کتابا بود اون موقع میشد رفت. آره اون موقع میشد و یا یه سری کتاب بود که یادم نسخه پرینت نداشت، نسخه هایی بودش که اسمشونو آره اسمشونو نه صادقانه نه واقعا نه. یه سریشون هم اینجوری بودش که من توی اون موقع باز فیسبوک باز بود، من میرفتم آدما رو پیدا میکردم که خارج از ایران بودن، شروع کردم ازشون سوال پرسیدن. مثلا یادمه که یه ایمیل مارکتینگی که ما واسیم تو پارسال را بندازیم، من حداقل با 6-7 نفر تو خارج از کشور باهاشون صحبت میکردم، اونا هم خیلی خوب جواب میدادن. حالا الان خیلی خوب شاید جوابمون ندم به خاطر اینکه تا میفهمن ایرانی ما غیره، ولی اون موقع خیلی قشنگ اصلا گفت نمیتونیم به تو سرویس بدیم. الان تهش اینه که هندیا و چینیا دارن به توی شبکه‌های اجتماعی جواب میدن، ولی اونجا نه. اونجا من با آلمانی صحبت میکردم، با ایتالیایی صحبت میکردم، با فرانسوی صحبت میکردم، با امریکایی صحبت میکردم و دیتاشون رو شیر میکردم. بعد یه جذاب شد دیگه، جذاب شد. بعد دیدم که نه خیلی هم کار سختیه. تا یه روزی یه بنده خدایی نمیدونم چی شد قرار شد که ناربلا رو بخره و منم دیگه مجبور شدم فول تایم برم سمت پارس آنلاین. اونجا آقای فاتح لطف کرد و رفتیم دپارتمان مارکتینگ را انداختیم. ما تا قبل از اون تو پارس آنلاین دپارتمان مارکتینگ به اون مدل مارکتینگی نداشتیم، در واقع دپارتمان تبلیغات داشتیم که ایستگاه‌های اتوبوس اگه خاطرتون باشه تبلیغات پارس آنلاین بود، دور زمین تنیس تبلیغات پارس آنلاین بود، خیلی هم لاکچری تبلیغ می‌کرد. اونجا دیگه یواش یواش تیم‌های مختلفی اومدن، حالا یه سری دوستان از مجموعه دیگه اومدن و یواش یواش تیم مارکتینگ تشکیل شد. باز من اونجا دوست داشتم که متفاوت باشم، یعنی یه اصطلاحی تو پارس آنلاین بود گفتم میثم باید یه شلوارک پاش کنی ولش کنی پشت میز نشین، که حالا اتفاقاتی بودش که یادتونه دیگه، مجموعه ردلاین بودش که موقع اولین بار اومد یه سری کارا کردیم. یه توپ بادی درست کرده بود. آره آدما میرفتن تو. آره و چالش داشتی اونجا. خیلی چیز یاد گرفتم. شاید اولین چیزی که یاد گرفتم اینه که اگه تو میخوای مدیر مارکتینگ باشی، اگه تو میخوای تو حوزه مارکتینگ کار کنی، قبل از اینکه بیرون سازمانت بفروشی باید تو سازمانت بتونی بفروشی. این مهمترین چیز بود که من یاد گرفتم. و این تو وقتی مدیر مارکتینگ هستی یه محصول و یه خدمات باید بری به مشتری بفروشی، و قبلش باید بری به مدیر عامل بفروشی، قبلش باید بری به هم‌تیمیات بفروشی. اگر نفروشی باعث میشه که کارت خیلی سخت بشه. پس تو باید یه فروشنده خوبی باشی، علاوه بر اینکه به بیرون از سازمانت باشه به داخل سازمان باشه. این یه شعار خیلی جهانی هم هست، یعنی تو حوزه برندینگ میگه تو برندینگ رو باید از داخل سازمانت شروع کنی اگه میخوای رو بقیه تاثیر بذاری. و این نکته‌ای که میگم باز من به خیلی‌ها توصیه میکنم، یعنی میگم چون حالا تو گفتی تو مارکتینگ، من حتی تو بقیه جاها هم دیدم، میگم به شو آف نرسه
بین هم تیمیات. ولی واقعا تو اگر میخوای رشد کنی باید کاری که میکنی رو نه کمتر نه بیشتر، این بیشتری میشه شوافه خوب نیست، اون کاری که میکنی رو به اندازه‌ای که درست انجام دادی به بقیه بتونی پروموتش کنی. اصلا این تو وقتی داری یه کار ساختار شکنانه میکنی، اگر آدمای کنارت باهات پایه انجام دادن اون نباشن، کار 10 برابر سخت‌تر میشه. من یه تایمی خیلی طول کشید که مثلا مدیر عامل مجموعه‌مون که من ریپورترون بودم و مجاب کردم که ما یه سری کار بکنم. البته اون خودش هم خیلی پایه بود، ولی مثلا بقیه تیم گفتن که آقای میثم، مثلا هنوز بچه‌های خیلی قدیمی رو میبینم میگن تو فقط بلد بودی پول بسوزونی، جسارت این که بری یه سری کارا رو بکنی نداشتی. من اینو کجا تو ذهنم یاد گرفتم؟ هممون یادمونه دیگه، سالها همراه اول توی این مملکت داشت کار میکرد، اسمش همراه اول نبود، اسمش ارتباطات سیار بود، نه پشتیبانی داشت نه چیزی. من ایرانسل رو که دیدم اومد کارهای ساختار شکنانه کرد، خیلی دوستش داشتم. مثلا دیدم یه پسری، اصلا همچین چیزی وجود نداشت تو اپراتور، من هم تو اپراتور کار میکردم، تناب میگیره مثل تارزان توی تیزر تلویزیونی میاد پایین و یه نعره میزنه میگه ایرانسل. بعد این باعث شد که واقعا در بچهای اون موقع ایرانسل گرم، باعث شد که همراه اول بره کار برندینگ بکنه، کار داخل سازمانی بکنه. اینجا انتخاب کنه، اصلا اسم انتخاب کنه، شرکت ارتباط هم چیز اسم پشتیبانی انتخاب کنه. یعنی من اون موقع که جای آنتن نمیداد اصلا نمی‌دونی به کی زنگ بزنی، هر مدلی دوست داشتن سرویس میدادن. این ایرانسله که دیدم این حرکتو کرد بر من خیلی جذاب بود، گفتم منم برم حالا بالای ایرانسل یه کاری بکنم که اون اتفاقات افتاد. ولی مثلا همون کاری که با ردلاین کردی، بچه‌ها ردلاین خودشون میدونن، غیر از اوایل من و آقای فاتح کل سازمان خیلی انرژی خوبی نداشتن. آره اصلا که چی داری این کارو، بعد هم که میدونیم میان در واقع ساجست میدن، اینجاش این شکلی کن، اونجاش این شکلی کن. پس باید اول بتونی به مدیران سازمانت بفروشی، بعد به بدنه سازمان. من اونجایی که به بدنه فروختم خیلی کارم ساده شد، خیلی راحت شد، ولی سخت بود. اینجوری بهتون بگم که اینجوری نیست که بری بگی محمد جان ما می‌خوایم کار رو بکنیم، ببین چقدر خوبه به به. نه اصلا اینجوری نیست. اولین قدمش هم اینو بگم بریم سمت محمد، این که بخوای به سازمان بفروشی باید آدما رو درگیر کنی. باز این چیزی بود که من یاد گرفتم تو مارکتینگ. یعنی اگه من با میلاد کار بکنم، میلاد هیچ وقت درگیر نباشه تو کاری که من میکنم، تشنی که میگه این داره. تو این من تجربه کار کردم با میثم و داشتم، اینطوری بود که یه جلسه میرفتیم میدی 10 نفر مدیرای الکی پارسان لاین هم نشونده اونجا و اینطوری بودی که بابا من چرا گذاشتی 20 نفر به اینا چه؟ ولی راست میگه واقعا این کار خیلی درست انجام میده. خیلی وقتا اصلا آدمایی که اینوالو میشن تو پروژه دیگه اون گاردشون رو میارن پایین و میگن خب خودم بودم دیگه تو پروژه. حالا ما تو جشنواره هم اینو خیلی داشتیم، یعنی واقعا آدمای زیادی رو سعی می‌کردیم اینوالو کنیم و دیدگاهشون اصلا عوض میشه وقتی توی کار باشه. من یه مقایسه بکنم از محمد، سوالام بپرسم، تو تقریبا تایمی وارد مارکتینگ شدی که اون چنان ریسورس نبود، ولی فکر می‌کنم ورود تو خیلی محدودیت ریسورس یادگیری نبود، یعنی حداقل بهتر بود دیگه. یعنی خیلی دیجیتال مارکتینگ فکر می‌کنم تو دنیا هم اون بازه‌ها تازه داشت واقعا شکل می‌گرفت. یعنی من یادم اون موقع 83 84 اصلا هاب اسپاتی نبود، ولی 90 91 که تو وارد این فضای هاب اسپاتی بود که حداقل یه ریفرنس چیز بود. میخوام این تجربه ورود تو و اون یادگیری تو رو هم بیشتر در موردش ببینیم. اون موقع چند تا اتفاق همزمان با هم دیگه نمیافتاد، یعنی نه از این سمت اون مثلا گوگل و هاب اسپات و اینا ما رو فیلتر می‌کردن، میگفتن که مثلا شما نمیتونید استفاده بکنین، نه خب از این ور فیلتر بودن که ما نتونیم روی چیزمون هم روی دیجیتال معنا و مفهومی داشت. آره یه معنا مفهومی واقعا داشت. حالا مثلا بعدتر یوتیوب فیلتر شد، جای دیگه فیلتر شد، خود گوگل اومد ما رو بس باز می‌کرد 433 میداد. اما واقعا موقعی که ما استارتو زدیم هم کانتنت خیلی خوب جنریت میشد، کانتنت یعنی ما اینطوری بودیم که تشنه بودیم که محتوا به دستمون برسه دائما. همین که خب مثلا شروع خود ایمیل مارکتینگ بود، ما ایمیل مارکتینگ باید یاد میگرفتیم و دائما محتوایی که میومد سمت اون آنالیز میکردیم که ببینیم که این از کجا اومده، با چی اومده، چطوری مثلا داره ترک میکنه
و این برای ما بیس کارمون بود، اینکه یاد بگیریم که خب چطوری این ابزار رو دارن کار میکنن. اما هم اون موقع محتوای شاید به زبان انگلیسی خیلی اکسسبل بود و زیاد بود که الان زیادتر شده. محتوای فارسی هیچی نبود، یعنی شما اصلا نمیتونستی مثلا دیجیتال مارکتینگ و سی تی آر رو سرچ می‌کردی، چیزی پیدا نمی‌کردی. مثلا تو ویکی‌پدیا هم مفاهیم دیجیتال مارکتینگ تعریف نشده بود. ولی خب مثلا بعدتر چرا حتی جزئیات هم تعریف شد و شما میتونستیم مثلا اگه سرچ کنیم به فارسی محتوایی رو پیدا بکنیم. باز هرچند که من الان توصیه میکنم که آدم بعد محتوای انگلیسی رو ببینه، برخلاف تمام کسایی که میان کامنت میذارن چرا اصطلاح انگلیسی میگیریم. من هم عقیده‌ام که واقعا تو این رشته‌ها که تولزای خارجی داره، اصلا مارکت اونور جلوتر از ماست و هر چقدر واقعا انگلیسی رو آره باید حتما شروعش اونطوری باشه. حالا مثلا شاید محتوایی که توی زبان فارسی هم تولید شده بتونه به عنوان یه مکمل استفاده بکنه. اما خب آره اون موقع محتوا خیلی خوب بود و یه نکته دیگه هم که بود این بود که ارزون بود. یعنی مثلا اون موقع $10 بنزی $10 الان برای ما سنگین نبود. میومدم پیش خودت میگفتم که خب 2 تا کورس پیدا کردم برای مثلا این بچه‌ها خوبه $10 $10 میده. اون موقع برای ما زیاد بود، در شایان کردم بابا 40000 تومان و خب پول 2 تا پیزا بودم 40 تا پیزا. از یه طرف دیگه راستش بخوای اکوسیستم هم یه مدلی بود که من میدیدم بقیه دارن کاری اشاری میکنن، دارن روی نالج نیروشون کار میکنن، براشون کارگاه میذارن، نیرو میذارن. توی همون ساختمون که خود ما بودیم همه استارتاپ‌ها من میدیدم کارگاه میذاشتن. ولی الان من توی خیلی از شرکت رفت و آمد دارم میبینم که اشاره گذاشتن یه گوشه‌ای کلا. حالا بحث افزایش دانش نیروها توی رشته‌های تخصصی که خود شرکت نیاز دارن به کنار. یعنی من اصلا حتی ندیدم که بودجه‌ای اختصاص داده بشه مثلا ماهانه بگیم برای آموزش. شاید تو مارکتینگ فکر میکنم به روز بودنه شاید حتی مثلا از یه پوزیشنایی مثل پروداکت و دیولپمنت هم سرعت تغییرش بالاتره. آیا اینو درست حتما الان هم درسته؟ نمیدونم بگم که سرعت این بالاتر یا اون بالاتره، ولی تو همش باید خودت آپدیت کنی دیگه. ببین مثلا اون زمانی که من تو پارس آنلاین بودم مثلا ته مارکتینگ بود رتبه چند الکسا یادته؟ آره سم بود الکسا واقعا چیزی است. ولی واقعا مارکتینگ مراجع جدید اینا رو اصلا نشنیدن. آره یا مثلا این بعد رفت جلوتر مفاهیم سئو اومد، بعد خب خودت باید آپدیت می‌کردی. بعد رفت جلوتر مفاهیم ریتارگتینگ اومد، ریتنشن اومد. خب اینا چیزایی بودش که من اون روزی که رفتم کار ناربلدار را بندازم هیچ کدوم میگم سی تی آر نمیدونستم یعنی چی. حالا درسته که اون موقع سی تی آر بود من نمیدونستم یعنی چی، ولی خیلی از این مفاهیم وجود نداشت و تو باید خودت هی آپدیت کنی. اما اصل داستان اینه که تو باز این عقیده شخصی منه ها، اینه که اون مفاهیمی که یاد گرفتی با خلاقیت خودت، با مدل خودت، به قول یکی از بچه‌ها با امضای خودت بتونی اونو ثبتش بکنی که بتونی انجامش بدی. این به نظر من میتونه که مثلا من یه جای مشاوره بودم 1 سال پیش، یه کمپینی رفت بیرون، بچه‌ها به من زنگ زدن که این کمپین تو هیچ کس نمی‌دونست این کمپین من. میگفتم که از کجا فهمیدین؟ یعنی مثلا من راجع به این به کسی نگفتم. دقیقاً همین جمله رو میگفت این امضای کار توئه، یه دوست مشترک. این کارا رو اگه تو بتونی بکنی بعد یواش یواش یه چیزایی رو به نام خودت داری و بعدش میتونی اینو پخشش بکنی به بقیه. همون اتفاقی که گفتم آدما رو درگیر بکنی و بهشون پخش کنی. یه موقعی هم هستش که نه محمد ممکنه یه چیزی رو به من یاد بده. این اتفاق هم زیاد بر من افتاد. ولی خلاقیت هم باز برگردم به این خلاقیت هم تو مارکتینگ مهمه و سوال بعدی اینه که تو به نظر من اون یادگیری ها رو میذاره بگو مثلا واقعا کجاها بود، آیا اون ریسورس هایی که داشتی الان هست یا نه. ولی این خلاقیته من حتی یادم اولین باری که فکر کنم ما با هم صحبت کردیم یه ایونتی رو گفتم چیکار کنیم با پارس آنلاین، گفت آقا ما می‌خوایم زنده پخشش کنیم و اصلا پخش زنده معنا و مفهومی نداشت. و سوال من اینه که تو این کارهایی که حالا همیشه امضا بوده و خلاق بوده خیلی وقتا میتونم بگم که مثلا یکی از کارهایی که با هم کردیم یه کار خیلی نوآورانه، آقا این خلاقیت رو تو چجوری تقویتش کردی؟ اصلا به دنیا اومدی اگه خلاقیت نداریم بیخیال شیم، یا اینکه نه واقعا تو این خلاقیت فرصتش رو ایجاد کردی؟ در مورد اونم به نظر من بگی خوبه. این خلاقیت چیزی یادگیری نیست، یعنی ذاتیه. واقعیتش اینه که ذاتی هم میتونه باشه. آره ببین واقعیتش اینه که من تعریفم از خلاقیت یه چیزه،
اینه که تو یه کاری که میخوای بکنی و متفاوت بکنی، یه کاری بکنی که با جربوزه باشه. خب آره دستاش نشون نه باید جربوزه به همون پخش زنده. اگر بدونی چقدر چالش من داشتم تو پارس آنلاین که آقا اگر الان این اتفاق بیفته چی میشه، اگر اینجوری بشه چی میشه، بعد یه سازمان خیلی بزرگ اون پشت بود. باید من تعریفم از خلاقیت اینه که نه که ساختار شکن باشی یا لزوما ساختار شکنی خلاقیت نیست، ولی برای رسیدن به اهدافت بتونی کارهای متفاوتی بکنی. مثلا کاری که خودم نکردم خیلی به نظرم خلاق بود، کاری بودش که مثلا بچهای اسنپ تو اون کمپین مثلا زیر 15 دقیقه میاره، می‌بینی توی سازمانی به اون بزرگی اومد یه همچین کاری کرد. یا در واقع میشه گفت این میشه یه ذره ساختار شکنانه. مثال دیگه‌شو بخوام بزنم، من سال 84 به اولین بار الان داره اسنپ و اوکالا نون آنلاین میفروشه، اون موقع تو ناربلا من نون میفروختم. میدونی بعد به هر کی میگفتم خندش میگرفت، واقعا خندش میگرفت. یا اون پخش زندهه، یا وقتی میگفتم که میخوام یه ویدیویی بسازم که اصلا لوگوی پارس آنلاین فقط توش باشه، تبلیغات پارس آنلاین توش نباشه، آدما میگفتن که چی کار داری میکنی. یا مثلا جمعه نارنجی توی سفر مارکت، توی جمعه نارنجی من به خود سازمانم مدت ها طول کشید که بگم آقا ما میخوایم یه همچین کاری بکنیم. بعد با اون مدل موزیکال و مدل اصلا اسم انتخاب کردنش، به همه میگفتن بلک فرایدی، جمعه سیاه، جمعه سیاه. من گفتم آقا چرا جمعه سیاه؟ جمعه نارنج. آره یعنی میخوام بگم همیشه لزوما ساختار شکنانه نیست، اما اینکه آیا واقعا یادگیری یا نه یا مثلا ذاتیه خیلی نمیدونم دقیقاً جوابش چیه، ولی یه چیزی میدونم، اگر متفاوت یه کاری رو بکنم آخر شب من راحت ترم. یعنی میگم آخش این کار خوب شد. خیلی موقع هم بوده خلاقانه بوده و شکست خورده زیاد بوده. یعنی میخوام بگم لزوما خلاقیت باعث پیروزی نمیشه، ولی آره من دوست دارم که یه کاری که میکنم همه بگن دمش گرم، جور گذاشته داشت. خیلی عالی. محمد تو شایان این سوال پرسید جوابش دادم. خلاقیت هم بگو اول بعد بریم سراغ. حتما. من بین همه کارهایی که میثم کردن دیدم واقعا باید دستم بالا ببرم به نشانه احترام. اینطوریه که ما هر وقتی که شاید یه روتین ایجاد کردیم برای یه یوزر، بعد یه خلاقیت کوچیک توی اون روتین ایجاد کردیم، یه پیکی رو تجربه کردیم. یعنی من دارم دیجیتالی اینو خدمتتون میگم. مثلا تصور کنی که شاید 10 مدل تخفیف مختلف فرستاده شده بود که هیچ کدومش جواب نمیداد، به محض اینکه شاید 4 تا کلمه اضافه میشد که اون کلمه ها خلاقانه بودن، حتی شاید یه ایده ای که خلاقانه بود، ما میدیم که سی تی آر روی اون کمپین رو بهش میگن یو ایکس رایتینگ یا دقیقاً یو ایکس رایتینگ. ولی اون موقع احتمالاً هیچ اینا کلمه‌اشو نمیدونست. خیلی تاثیر داره. و حالا دقیقاً هم از این طرف دیگه ما مثلا همیشه تصور میکنیم که یوزر این مرحله آخری که اومده، چند ساعت آخری که اومده روی پلتفرم من خرید کرده مهمه و اون رو آنالیز میکنیم، در صورتی که این خلاقیتی که صحبت شد معمولا خیلی قبل‌تر، چند روز قبل‌تر، چند ماه قبل‌تر مخ یوزر رو زده. یعنی گفته که این برنده من با یه خرید ازش بکنم، این خیلی کارش درسته، این یه چیزیه که مردم دوست دارن، خلاف چیزی که مثلا ما تصور میکنیم که آدم دقت نمیکنن، اون بنر رو که داره میبینه روش کلیک نمیکنه، داره تو ذهنش میمونه. و حالا من هر چقدر توی این بنره، توی این بیلبورده، توی این تیویاده، حتی توی اون زیرنویس جسور باشم یا خلاق باشم، توجه رو بیشتر جلب میکنه. چیزی که برای خود ما تجربی جواب داده این بوده که نمیتونستیم که خلاقیت رو بالا نگه داریم، 10 تا کمپین خلاق پشت سر هم درست کنیم. میدونستیم که خب یه سری کمپین هستن که این وسط باید اون روتین یوزر رو به هم بزنن، خلاقانه باشن، جسورانه باشن، ولی یه سری کمپین ها، یه سری اکتیویتی ها بودن که میدونستیم که باید توی اون حد خودشون نگهشون داریم. این همیشه جواب داده. بعد شاید یه چیزی اضافه کنم، ببخشید صفحه برگردم به سوال قبلی خلاقیته. ببین داشتم فکر میکردم اینجوری بودش که زمانی که ماها شروع کردیم پشت سر هم همینطور هی اضافه میشد. یعنی یکی میرفت یه دیجیکالا میزد 10 تا دیجیکالا میومد، یکی میرفت مثلا نمیدونم یه آموزشگاه آنلاین میزد 10 تا میومد. تو اون تایم همه دغدغه این بودش که اوکی من چیکار کنم که شبیه اونا نباشم.
و در واقع میشه گفت پایه این که چجوری بتونی خلاقیت ایجاد کنی که شبیه اونا نباشی رقابت جدی بود. یعنی همیشه تو رقابتی که تو سعی می‌کنی یه جور دیگه باشه. همه داشتن این خودکارا رو میفروختن، من داشتم تلاش می‌کردم که اوکی من روز اول اومدم این خودکارا رو فروختم، فردا شایان اومده، پس فردا میلا، بعد از یه ماه یه سال میدیم همه دارن این خودکارا رو میفروشن. باید سعی می‌کردی یه مدل دیگه این خودکارا رو بگی که بقیه هم در واقع بیان. همون کاری که با ردلاین کردیم، روز اولی که من کردم نه سازمان من قبول کرد اولش استارت بزنیم، خود بچهای ردلاین باورشون نمیشد، خود در واقع گروه مجموعه ما، در واقع مدیریت مجموعه ما باور نداشت. ولی بعد از 6 ماه اسنپ دقیقاً همون کارو کرد که ما کرده بودیم. خیلی برندا، باربیکن اومد، خیلی دیگه، کاله اومد، یعنی از صنعت FMCG اومدن یه سری ویدیوهای عجیب غریب. دوباره دیدیم دوباره این هم تکراری شد، ویدیویی که پروداکت نشون نمیده، کارخونه رو نشون نمیده. آفرین. خب دیدیم دوباره اینجوری شد، گفتیم چیکار کنیم؟ مثلا دور زمین فوتبالی که میلاد گفت، من یادمه که اون ایجنسی ایرانی که ما باش کار میکردیم یه ایمیل زده بود که آقا این الکی اصلا چیزی وجود نداره، باید پرده سبز باشه و اینا. یعنی اینو توضیح بدیم چون واقعا بسیار کار جنجالی بود. یعنی توی بازی، توی برنامه فوتبال خارجی که دور زمین اصلا ایران نبود، شما با ویدیو ایمیج پروسسینگ استایل اومده بودین فضای تبلیغات اول تبلیغ خارجی رو برداشته بودین و پارسال ما خودمون نکردیم. یه شرکت انگلیسی بود که این شرکت انگلیسی می اومد پخش در واقع تلویزیونی شد تو ریجن های مختلف تبلیغات مختلفی میفروخت. اولین ژئو تارگتینگ غیر دیجیتال بود. حتی اون مسیجی که اینترنت پرسرعت در ایران رو ما انتخاب کردیم، بعد مثلا ملت فکر کردن این تو استادیوم دقیقاً داره این پخش میشه. حالا جالبیش اینه که وقتی من با اون آدم، من هنوز باش ارتباط دارم، با اون آدم صحبت میکردم، این آدم قبل از ما رفته بوده هایوه، قبل از ما رفته بوده اسنپ، ولی اونا هیچ کدوم حالا به هر دلیلی، اینکه دوست نداشتن، جسارتشو نداشتن، به هر دلیلی اصلا گفتن نمیشه. ایجنسی ما هم میگفت آقا اصلا چیزیش نشدنیه. و وقتی که ما رفتیم انقدر جذاب شد که میگم بعد کافه بازار رفت، بعد اسنپ رفت، بعد کاله رفت، متوقف شد. آره داستانش این بودش که الان دیگه خود صدا و سیما تا مثلا وسط زمین کنار تو دست داور یا می تبلیغ گذاشته، لوگوی عجیب غریب مربعی. یه کمی حالا روی ویژوالش هم کار بکنن، بد نیست. محمد اون بریم سمت تو، اون دانش‌های میشه گفت شاید فاندامنتالی که کمک کرد به تو بیای تو فضای دیجیتال، اینو بگو و حالا اینو بگو بعد برم سوال بعدی. تا هم سوال بپرسیم، من همه سوالا رو تون میپرسم. من میخواستم تکمیل صحبت میثم جان آخرش بگم که واقعا این چیزی که میثم گفت که ما یه جایی میرسیم که این خودکاره داره فروخته میشه که من حالا اگه خودکار رو میخوام بفروشم یا باید یه خودکار دیگه بفروشم که این خلاقیت میخواد، یا باید اون خودکاره رو به روش دیگه ای بفروشم که بازم اینم خلاقیت میخواد. یعنی من باید برم یه راهی پیدا کنم که مردم مثلا قسطی بیان بخرن. صرفا می‌خواستم اینو بگم. واقعا همیشه جواب بده. ما هر جایی به بنبست خوردیم که خب چی کار کنیم، فروشمون اومده پایین، این استراتژی همیشه جواب داده. در مورد اینکه من شاید مثلا الان مسیری که بخوام تعریف کنم برای یک کسی شروع کنه مارکتینگو، در نهایت هم ختم بشه به اینکه شاید مثلا بتونه مارکتینگو یا حداقل دیجیتال مارکتینگو خوب بفهمه، که اگه به نظر اول بره سراغ خود مارکتینگ، یعنی مثلا از خود کیورد مارکتینگ شروع کنیم ببینیم مثلا مارکتینگ چطوره. حالا ممکنه در موردش 10 تا ویدیو ببینه، کسی 20 تا ویدیو ببینه، یا اینکه بره کتاب بخونه، یا اینکه بره توی مثلا جایی مثل ردیت با بقیه صحبت بکنه. ولی خب بعدش به نظر من بحث کامیونیکیشن یا مارکتینگ کامیونیکیشن خیلی مهمه. یعنی کسی درک کنه که خب مارکتینگ چیه و مارکتینگ کامیونیکیشن چیه، بعدش احتمالاً میفهمه اصلا چرا ما دیجیتال مارکتینگ کنیم، چرا با یوزر. یه سوال، اون موقعی که تو وارد این فضا شدی اول شکلی نرفتی، تو داری اینو توصیه می‌کنی میگه آقا مثلا مسیری که من اومدم یهو پریدم تو دیجیتال مارکتینگ، ولی تو اگر این دو تا رو یاد بگیری شرایط بهتری داره. من یهو پریدم تو دیجیتال مارکتینگ، بعدا اینا رو اد کردم. یعنی مثلا رفتم حتی راجع پرایسینگ کلی دانشمو زیاد کردم، چون خیلی تاثیر داره توی کار ما، اینکه بدونیم چه قیمتی بذاریم، چه قیمتی برای ما سود میاره، یا مثلا من چقدر میتونم باش بازی بکنم. ولی خب من مسیرم اینطوری بوده که افتادم توی دیجیتال مارکتینگ، یهو هولم دادن توی استخر توسط خود شما.
بعد و خب اومدم جلوتر دیدم که این قسمتم جذابه، این مثلا پیار هم خیلی چیز جذابیه. ما مثلا قبلا این شکلی بود که مثلا کلا توی تیمای استارتاپی پوزیشن پیار نداشتیم. من الان توی چند تا تیم استارتاپی هم پیار اسپشیالیست میبینم، هم مثلا دپارتمان مارکتینگ کامیونیکیشن میبینم. یعنی بودن سوشال میدیا رو بردن زیر مجموعه این دپارتمان و خب اون زیر مجموعه مارکتینگ قرار گرفته و اون موقع ما اصلا این تعریفا رو نداشتیم. یعنی ما الان مثلا میایم راجع به گروس حرف میزنیم، گروس مارکتینگ حرف میزنیم، اون موقع کسی اصلا کلمه گروس رو نمی آورد که ما بریم ببینیم که خب یک گروس مارکتر کیه چیه. حالا میلاد هم واقعا تو این حوزه تو مارکتینگ تو خیلی هم آدم دوری نیستی توشم الان. آره و خبره‌ایه سوسولی نشده. میخوام یه سوال بکنم، خودم اینطوری نیست نظرم، ولی خب بپرسم واقعا تو هم بگی واقعا اینی که مثلا این تخصصی شده این تخصصی شده این تخصصی شده خوبه یا و باعث میشه آدما رشد نکنن، یعنی بره تو یه جایی بمونه و نمیدونم شاید به عنوان مثلا یه دیجیتال مارکتر خوب هیچ وقت مثلا نره در مورد پی آر و پرایسینگ و اینا بخونه، ولی امروز سوال من اینه که به عنوان مثلا مارکتینگ آفیسر، چیف مارکتینگ آفیسر، آیا تو بعد چقدر اون ساختار رو بشکنی از اون تک بودیه بیای؟ من فکر کنم که درگاه‌های ورود به حوزه مارکتینگ هی بیشتر شده. یعنی الان مفاهیمی همینجور که محمدم گفت، مفاهیمی مثل مارکام یا پرفورمنس مارکتینگ یا اینایی که دیگه خارج از فضای دیجیتال مارکتینگه. قبلا مثلا طرف عموما جرنی طرف این بود که وارد دیجیتال مارکتینگ میشد، بعد میرفت مارکتینگ میکرد، بعد میرفت یه پنلی شارژ میکرد میشد دیجیتال مارکتر. ولی الان ورودی های مختلف داره در واقع مارکتینگ. حالا من از میثم همین رو میخواستم بپرسم، الان در واقع یک واحد مارکتینگ به نظرت پیش نیازاش چه در واقع زیر مجموعه هایی هست؟ خب محمد اشاره کرد الان خب پی آر توی مارکتینگ، پرفورمنس مارکتینگ، مارکتینگ کامیونیکیشن. الان به نظرت این ساختار زیر مجموعه مارکتینگ شامل چیا میشه؟ ببین، بر اساس نوع بیزینسی که توش کار میکنی و بر اساس نوع خدماتی که میدی ساختار مارکتینگ متفاوته. مثلا تو ممکنه که توی یه حوزه کسب و کاری بری که اصلا نیاز به مثلا ریتنشن نداشته باشی، یا مثلا توی کسب و کاری بری که اصلا دنبال پرفورمنس نباشی. این خیلی بستگی به این داره که تو چه بیزینسی کار میکنی. ولی تو بیزینس هایی که من کار کردم تقریبا مخصوصا تو حوزه گردشگری تو باید از همه اجزای مارکتینگ استفاده کنی. به من 17 سال تو صنعت آی سی تی بودم، بعد رفتم توی گردشگری. میخوام بگم که چقدر تفاوت داشت مارکتینگ، حتی جفتشون هم آنلاین بود تقریبا قسمت زیادیش، ولی متفاوت بود. مثلا تو بیزینسی مثل پارس آنلاین سئو اصلا جایگاهی نداره، ولی یکی از کیوردهای خیلی مهم تو گردشگری مثلا بلیط هواپیما بود، تور بود، تور اقساطی بود. پس تو باید بر اساس اون بیزینسه بیای مهرهاتو بچین. باز اگه بخوام سوالت رو جواب بدم، یه واحد مارکتینگی کامل باشه میتونه اولین، به نظر من اولین چیز، باز میگم تو همه بیزینس ها نیست، واحد تحلیل دیتا. یعنی مارکتینگ بدون تحلیل دیتا و دیتا میشه ادورتایزینگ. این از نظر من یه چیز خوشگلیه که تو میتونی داشته باشی. از اول بنرهای فنسی، بیلبوردهای فنسی. آره. مثلا تو بیلبورد برو، من از خیلی‌ها میپرسیدم که اوکی حتی تو مصاحبه اگه بیلبورد رفتی من چجوری میتونم محاسبش کنم؟ یه ابزاری هست به نام سرچ کنسول، خیلی ساده، میری نام تجاری تو میبینی چقدر رشد کرده رفته بالا. مثلا 1% هم رفته باشه. آره دقیقاً. مثلا من بیلبوردایی که تو خیابون میبینم توی ترافیک معمولا میرم سرچ کنسول باز میکنم، سرچ میکنم، یا گوگل ترندز باز میکنم، سرچ میکنم ببینم این چقدر رفته بالا. خود میلادم از این توییتا زیاد میذاره. خب این نام تجاریه میره بالا دیگه، پس با اون دیتای من میتونم بفهمم. پس اولین تیم توی در واقع مارکتینگ و تو تیم تحلیل دیتا و دیتا داشته باشی. بعد از اون حالا بر اساس بیزینس که داری، سئو میتونه باشه، پرفورمنس میتونه باشه، شبکه‌های اجتماعی میتونه باشه، خدمت شما عرضم که ریتنشن میتونه باشه، کمپین منیجر میتونه باشه، پی آر میتونه باشه. توی یه سری سازمان‌ها پی آر زیر مجموعه مارکتینگه، توی یه سری از سازمان‌ها باز بر اساس مدل بیزینسی که وجود داره متفاوته، مدل‌های مختلف داره دیگه. تو بیزینس هایی که من کار کردم کامل ترینش تو حوزه گردشگری بود. تو حوزه گردشگری همه چی هست. ببین تو تایم شیرینگ داری، میتونه فرکانسی توی زیاده. بعد مثلا توی محصولی مثل FMCG که مثلا روزانه اوکالا داره
خرید آدما ممکنه تو یه هفته 2 بار خرید بکنن، تو ماه 5 بار خرید بکنن. تو تور اینجوری نیست. ولی تو بلیت پرواز داخلی یه سگمنتی وجود داره که هفته 5 بار 4 بار بر اساس بیزینسش داره میره. یعنی تو تایم شرینگی داری، فرکانسی و CLV کم داری، CLV زیاد داری، بعد خدمت شما عرضم SEO داری، رقابت سنگینه. یه سری مدل بیزینس اینه که تو میری چارتر میکنی، یه سریش هست سیستمیه، با پرووایدرهای مختلف کار میکنی. حوزه کاملا هم آنلاین شده تو دنیا اینجوری، حالا برخلاف مثلا FMCG یا سایر حوزه ای کامرس. به نظر من، تجربه من اینو میگه، من همه صنایع رو کار نکردم، ولی تو این جایی که من کار کردم کامل ترین تیم مارکتینگ و کامل ترین قسمت مارکتینگ خیلی هم تو چیز یاد گرفتم تو حوزه گردش. یعنی هر چی ابزار است و تقریبا من همه چی داشتم. یعنی هر چی که فکرشو بود. من دوباره برگردم سوال قبلی، حالا تو در رفتی برام سراغ محمد. اینکه تو توی فضایی وارد شدی که انقدر گسترده نبود دیگه. حالا که میلاد کلمه جالبی گفت، ورود بهش راهاش زیاد شده. مقایسه این دو تا فضا رو برای رشد چی می‌بینی؟ یعنی آدم‌ها چون درگاه‌های ورود و رسیدن به پوزیشن مثلا چیف مارکتینگ آفیسر که یه پوزیشن جذابی میتونه باشه، بعدش برو CMO و مارکتینگ منیجر فرق کرد. این درگاه‌ها زیاد شده، به نظر تو فرصت واسه آدمای جدید، یا اینکه نه میرن گیر میکنن توش، و یا اگه فرصت چجوری بشکننش و بیان سوار مثلا همش بشن؟ ببین راستشو بخوای من فرصت میبینم، یعنی ولی شبیه اینه که مثلا اگر شما روی میز خیلی چند مدل غذای مختلف باشه که ممکنه گیج بشین. من زیاد دیدم بچه‌ها شاخه به شاخه، حتی مثلا توی تیم خود ما بچه‌ای بودن که گفتن که ما میتونیم بیایم الان توی پرفورمنس کار، من میدونم تو اصلا برای سوشال میدیا ساخته شدی ولی خودت اصلا ذهن دیتایی نداری. دقیقاً من رشد همچین آدمای قبلا دیدم و میدونم مثلا تا 3 سال آینده این آدم توی سوشال میدیا پیشرفت خوبی میتونه بکنه، ولی میان که خب من میتونم برم توی پرفورمنس، حالا صرفا به خاطر اینکه شاید شنیدن که پرفورمنس شاید مثلا درآمدش بهتر باشه، شاید اسمش قشنگ‌تر باشه، ولی خب من این اشتباهات توی بچه‌ها میبینم زیاد و خیلی کم میبینم که شاید مثلا کسی ددیکیت کنه خودشو روی یک جا و بگه که نه من تا ته میخوام مثلا پرفورمنس مارکتر تموم کنم برم. دقیقاً پرفورمنس مارکتر بشم. حتی کسی که مثلا تخصصی سوشال میدیا کار کرده، بعد مثلا بک‌گراند یه مقداری نوشتن و رایتینگ و اینا هم داره، میاد کاری پی آر هم انجام میده، این آدم به نظرم میتونه تارگتش رو بذاره برای اینکه مثلا پی آر منیجر دیجیکالا باشه در آینده 10 سال آینده. اما خب من میبینم که خب این عزیز تلاش میکنه برای اینکه مثلا شاید مثلا مدیر مارکتینگ مجموعه بشه، نه حالا CMO. حالا من این اشتباه رو توی آدما میبینم که شاید درک نمیکنن الان که تواناییشون استعدادشون توی چیه، توی چه رشته‌ای تواناییش، یعنی الان راههای ورود زیادی داره، فرصته، ولی یکیشو تموم کنه و بعد بره. دقیقاً مثل اینی که شما یه غذایی رو شروع می‌کنید تمومش کنید، بعد شاید بتونید سراغ بعدیتون. به نظرم اینم این شکلیه که باید شما اگه وارد مبحثی میشین تخصصی تا انتهاش رو ادامه بدین و خب بعد بقیه چیزا رو اتش کنین به اون، شاید کامل‌ترش کنین. حالا جفتتون تو همه حوزه‌های مارکتینگ یه تایتل یا یکی یا دو تا احتمالاً هست که فکر کنید توش تخصصتون بیشتره، اون دیپر رو میخوام ببینم شما هم دارید. من یه ذره برخلاف محمد فکر میکنم. البته نسل ما اینجوری بود. الان با وجود راهنما کالج و یه عالمه دوره‌های مختلف و غیره که خیلی هم لذت میبرم، آدم میاد واقعا قویه. من به همه آدمایی که با هم کار میکنن، حالا سنشون کمتره، یه توصیه میکنم. اونم اینه که آقا تا 25 سالگی بچرخ، ببین تو کجا میتونی لذت بیشتری داشته باشی. ببین من حالا میلاد میدونه معمولا تا 11 شب 10 شب سر کارم، به خاطر لذت هست، به خاطر هیچ چیز دیگه ای نیست. یعنی من عشق میکنم با اون کاره. خیلی ورکولی. بعد اگر اون عشق وجود داشته باشه دیگه تو تا تهش میری. خب آدم هم توی یه دونه شات نمیتونه عاشق قرمه سبزی شه، باید قرمه سبزی رو بخوره، قیمه رو بخوره، کباب و همش هم خوشمزه است، ولی یه دونه رو خیلی دیگه باش در واقع بیشتر از همه لذت میبره. من معمولا با آدم میگم تا 25 سالگی اون چیزایی که فکر میکنی برای جذابه رو بچرخ. ولی بعد از اون فوکوس بذار، یعنی مدل ذره‌بین فوکوس بذار که بذار ذره‌بین دلیلی که یه جایی میسوزه اون در واقع اینه که متمرکز میشه، بعد از اون یه متمرکز شد. این تمرکز تو خودت تو چه حوزه‌ای بوده؟ من همین دیگه، من خودم روزی که اومدم اول یه CMS اومد بالا،
بعد رفتم دنبال اینکه بنر دیزاین کنم، بعد رفتم اینکه اومدن ما رو گرفتن با جرم گلد کوست، بعد میرفتیم کار خبری میکردیم که میادیم، بعد رفتم پارس آنلاین گفتن آقا باید فروش بره بالا، بعد یهو گفتم دیتا اومد وسط، بعد اومدن گفتن این یوزرایی که اومدن دوباره برن تمدید کنن، میشه در واقع ریتنشن. همینجور هی اتفاقای مختلف. من اگه بخوام بهت بگم من خودم کجاشو بیشتر دوست دارم، از زن میثم کیهانی اینجوریه که من اون قسمتشو بیشتر دوست دارم که میتونم با عدد و رقم نشون بدم به اون هدف و اون تارگت رسیدم. یعنی یه جوری رفتی تو ساید تحلیل کنی اون خروجی تو؟ تقریبا تحلیل، ولی برای اینکه اون تحلیل رو بتونم رقم بزنم باید با یه چیزی نمایشش بدم. یعنی ترکیبی از برگزاری کمپین و خروجی است و به نظر من یکی از بزرگترین رولای یه مدیر مارکتینگ اینه که جلوی ضعف‌های کمپینش رو بتونه بگیره. یعنی تو ممکنه الا ماشاءالله کمپین میری، الا ماشاءالله کمپین موفق و الا ماشاءالله کمپین ناموفق. رول اصلی مدیر مارکتینگ اینه که اونجایی که عیب کمپینش رو فهمید جلوشو بگیره و بره تصحیحش بکنه. آره نکته جالب بود. ولی خب خیلی‌ها انگار که توی جرنی مدیر مارکتینگ شدن از ساید دیجیتال وارد میشن، حالا خصوصا تو استارتاپ‌ها ساید دیجیتالشون انگار سنگینی داره نسبت به بقیه سایت‌ها. سوال تو نه بپرس. بریم سراغ ابزارهایی که باهاش دارین کار میکنیم بیشتر در طی کار. اگه بتونی مثلا 2-3 تا از ابزارهایی که روزمره بیشتر باهاش کار میکنی، همین الان مرورگر تو که باز میکنیم اولین تب خودکار اصلا میرید، مثلا خودم شخصا خودکار مثلا آنالیتیک رو باز میکنم، سرچ کنسول رو باز میکنم. چند تا از این ابزارها رو هر دو تاتون در واقع بتونیم نام ببرین که عالی. من اولین ابزاری که استفاده میکنم تو هر جایی که بودم یه ابزاری که خودم اول درست میکنم، یعنی دیتاهایی بر اساس اون دیتاهایی که نیاز دارم و میریزم اون تو با مدلی که خودم میخوام. مثلا توی سفر مارکت یه مدلی بود، الان توی اوزون اصلا یه مدل دیگه است، توی پارس آنلاین یه مدل دیگه. یعنی مثلا با لوکر استودیو اینا، یا اینکه خودت اصلا یه ببین شاید وارد نشه. توی سفر مارکت اول با اکسل بود، بعد رفت به سمت اینکه به بچهای فنی گفتم یه داشبورد برام داشته باشن. الان توی اوزون روی متا هستش. توی پارس آنلاین یه چیزی خود بچهای پارس آنلاین نوشته بودن، یه قسمتیشو خودمون نوشتیم. من اون زمان با ای نتورک کمپین میرفتیم، حالا داشبوردهای آنالیتیکس و غیره که داشتم، من خواستم بفهمم اون موقع ای کامرس نداشت گوگل، من خواستم بفهمم این آدمی که از کانال شایان داره میاد پکیج چند تومانی منو خریده. رفته بودم یه داشبورد درست کرده بودم بابت اینکه توی این گروه تلگرام وایبری تلگرامی آدما 256 میخرن، تو این گروه تلگرامی تو این وبسایت مینی سایت و غیره آدما یه مگ میخرن، 1 گیگ میخرن و ببین از چه زمانی داریم صحبت میکنیم که گوگل ای کامرس نداشت. آره خیلی قدیم بود. وایبه. بعد پس میشه یه قسمتیشون ابزار خودم. ابزار دومی که واقعا الان تقریبا میتونم بگم که 12 ساله دارم باش کار میکنم، کلیکیه. نمیدونم کلیکی رو باش کار کردین یا نه. کلیکی یه ابزار در واقع شبیه گوگل آنالیتیکس پولیه و خب یه سری API بهت میده، یه سری دیتا بهت میده، خیلی لایف تره، تقریبا خیلی از فیچرهای آنالیتیکس پرو داره. ابزار مورد علاقه من، یعنی همیشه همین الان بزنم تو دستگاه من روی براوزر من حداقل 2 تا 3 تا تب روش باز. جرنی یوزر رو می‌بینی باهاش؟ جرنی یوزر رو می‌بینم، یوزر رو میتونم تگ کنم، با شیطنت‌های خاص زیاد کردم، خیلی کارهای شیطونی باحال زیاد میشه باهاش کرد. نه مثلا کلاریتی مثلا. آره اونم داره، هیت مپ داره، گوگل آنالیتیکس داره. یعنی این تولزای تو هیچ کدوم خارج از تحلیل داده نیست دیگه. این دوتا جفتش تحلیل داده. گوگل آنالیتیکس که خب به هر حال همه ما داریم ازش استفاده میکنیم. خدمت شما عرضم که سرچ کنسول توی یه مقاطع هاجر بوده، خدمت شما عرضم موز بوده، کاری که سئو بوده، در واقع میشه گفتش که سمراش دقیقاً اینا چیزایی که باز الان تو بیزینس اوزون کمتر من دارم ازش استفاده می‌کنم، ولی تو سفر مارکت به خاطر سئو بودنش مثلا اشف و غیره تقریبا همیشه هر روز داشت چک میشد. مثلا کلمه بلیط هواپیما که ما اومدیم دوم، هر روز من چک میکردم. یعنی یه روزایی من میدیدم من اولم، ولی وقتی میزنم علی بابا اوله، خب ولی چون هر روز داشتم چکش میکردم. این ابزارهاییه که 24 ساعته من دارم باش کار میکنم، ولی سئو رو الان کمتر دارم باش کار میکنم. تقریبا الان دیگه فکر کنم خیلی نیازی هم نداریم. نه چون رفتیم به سمت اپ و حالا جالبه بهتون بگم ما رفتیم به سمت اوتو، یعنی
باز این اونجاییه که من دیدم یه جاییه که برای اولین باره چیه اون تو آفلاین تو آنلاین. آره آفلاین تو آنلاین و آنلاین تو آفلاین حتی. ببین ما الان یه در واقع خیلی کوتاه بخوام بهتون بگم، من توی مجموعه گروه صنعتی گلدرنگ توی مجموعه اوزون هستم. اوزون در واقع میشه گفت لاین های مختلفی داره. باز دلیلی که رفتم اوزون اینه که کار عجیب غریب بود، کار متفاوت بود. به اولین پیفکت ایران بود، یعنی اولین پیمنت فسیلیتور داشت، اولین شبکه اجتماعی خرید تو ایران بود. ببین به هر کسی میگفتی، به همه سی ام ها تو بیا بگی من بیا با هم یه بیزینس ران کنیم که در خصوص شبکه اجتماعی 90%شون پنیک میکنن. خب این همون جسارت است. خب بعد یک شبکه اجتماعی مبتنی بر خریده که AI هم توش به شدت دخیله و درگاه‌های پرداختیش همه پیفکته که میشه اوزون کارت یا اوزون سوشاله. حالا زیر مجموعه دیگه هم داره، اوزون استودیو، اوزون گیم، اوزون AI یا غیره. و کاری که قرار بکنه اینه که گروه صنعتی یک عالمه در واقع میشه گفتش که شعب آفلاین داره، یک عالمه هم الان بیزینس آنلاین داره مثل تپسی و اوکالا. ما تو اوزون قراره که اینا رو با هم دیگه بچرخونیم، یعنی آنلاین ها رو ماستر رو بریزیم تو قیمه ها رو بریزیم تو ماستر. قراره این کار رو بکنیم. باز چون متفاوته، سفر مارکت هم همین بود. سفر مارکت هم متفاوت بود، مارکت پلیس گردشگری بود. تو ایران ویگو یه تایم کوچیکی اومده بود و زودم رفته بود. ویگو اون خارجیه آره اگه اشتباه نکنم با بچهای یک تانت یه تایم خیلی کوتاهی اومد و رفت. باز من اینجوری بودم که اوکی اگه اونا شکست خوردن چرا ما نباید بتونیم تکونش. در واقع حالا به طور خلاصه گلدرنگ یک سری وندور آفلاین داره که مثلا فرض کنید سهم نمیدونم 90% 95% آفلاین و حالا یه سهم نمیدونم یه سهم 5% مثلا آنلاین و شما دارین اون آفلاین رو میخواین متصل بکنین به آنلاین، یعنی یوزری که میره توی فروشگاه یک در واقع ترانزکشن آنلاین داشته باشه اونجا جفتش. ببین ما یه سری یوزر داریم، ببین مثلا یه سری یوزر داریم که توی فیلمنت، توی تپسی، توی اوکالا و غیره. یه عالمه یوزر داریم که توی در واقع میشه گفتش که فروشگاه افق، فروشگاه‌های افق زنجیره‌ای دیگه، فروشگاه زنجیره سورنا، گندمه و این تا بیزینس دیگه. اینا دارن از همدیگه قرار نیست سهم بازار بگیرن، قراره که توی همدیگه بچرخونیشون. دلیلش هم میدونی چیه؟ جذابیتش بیشتر برای من کجاست؟ دیدین که تو میتونی اکوزیشن ارزون تری رو رقم بزنی. تو یه اکوزیشن رقم میزنی مثلا برای تپسی، میتونی اینو بچرخونیش با عدد پایینتر توی بقیه. اسنپ به خوبی داره این کار میکنه. یه یوزر بیس بزرگ دارین دیگه در واقع. حالا هم گلدرنگ اینو داره، چون آپ مثلا یه یوزر بیس بالای 20 میلیون داریم و خب وقتی این دیگه عملا میشه داستان چرخوندن این یوزر توی اون سوپر اپ و خیلی سخته. آره یعنی شاید در ظاهر ما بگیم که ما بیسو داریم ولی حالا باید اینو باش بازی بکنیم، ولی عملا به قول تو دقیقاً رفتار متفاوتی داره یوزر تو هر کدوم از این. ولی بر من خیلی جذابه دیگه. باز کار متفاوتی، کار بسیار متفاوتیه و دلیلی که باز رفتم اوزون شاید باورتون نشه، من همیشه گفتم خود اون آدمه رو که دیدمش، یعنی سهیل در واقع میشه که حقیقت مدیر عامل مجموعه، من به خاطر اون رفتم. دیدم دی ان ای من به دی ان ای اون میخوره، یعنی شبیه همین. حالا کلمه ای که اون جسارت استفاده میکنم دیدم تو اون آدمه هم هست. بعد دیدم رفته سمت یه بیزینسی که سالها آرزوی دیجیکالا بوده، اوتو سالها آرزوی آنلاینیا بوده، اکثر آنلاینیا. و دیدم اون آدم دست گذاشته روی نقطه‌ای که گفتم واو، با این که خیلی سخته، با این که خیلی متفاوته، گفتم اوکی حالا ببینیم پیر شدیم یا نه، یه بار دیگه ترای کنیم. خب محمد سوال بپرسم، جدای حالا دانش تکنیکال، مهمترین اون پارامتر سافت اسکیلزی که یه کسی که میخواد تو فضای مارکتینگ وارد بشه به نظر تو چیه؟ آیا اصلا متفاوته با بقیه فضاها؟ یعنی پروفشنال بودنه هست ولی مثلا تو مارکتینگ این میتونه بیشتر باشه. آره مثلا ما میگفتیم تو سئو مثلا تاباوری متفاوته، یا مثلا توی انگلیسیش چی میشه؟ تاباوری من تو الان من خودم یه جای دیگه کامل فارسی شدیم دیدی یا یه کلمه میاد که آره جزء در واقع سافت اسکیلایی که معروفه. و مثلا توی بحث پروداکت ما گفتیم مثلا کامیونیکیت کردن، ارتباط برقرار کردن با سایر تیم‌ها مهمه. حالا توی مارکتینگ رو ببینیم
به نظر شما کدومی که از پارامترهایی که تو سافت اسکیل مطرحه در واقع ارزش بالاتری داره و مهمتره که اون شخص اون پارامتر تو خودش قوی تر داشته باشه؟ من فکر می‌کنم بحث پرابلم سولوینگ، یعنی باید قدرت حل مسئله خیلی قوی داشته باشه، خیلی قوی توی حالا همه مسائل این ست میکنه توی مارکتینگ. و از طرف دیگه همونجوری که شما گفتین کراس فانکشنال تیم کامیونیکیشن خوب، یعنی من بتونم با بقیه تیم‌ها، با تیم اپریشنم، با تیم ساپورتم، با تیم تکنیکالم، با تیم پروداکتم، با تیم مدیریتم، با تیم مالیم باید همه ارتباط خوبی داشته باشم. در صورتی که مثلا تیم پروداکت ممکنه با هیچ کدوم از این ارتباط نداشته باشه، فقط با تک داشته باشه. دقیقاً من هر روز با همه این تیم‌ها ارتباط دارم و باید بلد باشم ارتباط بین تیمی رو چطوری خوب حفظ کنم، حتی مثلا بقیه تیم‌ها رو چطوری بالا نگه دارم کنار تیم خودم. این به نظرم خیلی تاثیرگذاره. کامیونیکیشنی که حالا همه جا هست، ولی این پرابلم سالوینگ به نظر من خیلی جالب بود. یعنی چالشایی که تو مثال زدی، حتی خودت هم قبلش مثال زدی، آقا میریم اینجا میبینیم دیگه نمیره، یعنی دقیقاً همش پیدا کردن یه راهکار جدید. خیلی خیلی تاثیر داره. یعنی من توی بچه‌هایی هم که دارن به تیم اضافه میشن، بچه‌هایی که این قدرت رو دارن نه نمیگن، پرابلمو قبول میکنن و میرن سراغش که مثلا حل کنن، اون آدما رو راحت‌تر انتخاب میکنن. به نظرم آدمایی هستن که تو مارکتینگ بهتر راحت‌تر میتونن پیش برن. یه سوالی من داشتم درباره فرق مارکتینگ منیجر و در واقع CMO. آیا این در واقع بسته به سایز سازمانه یا توی دانششون هم متفاوته و اینکه اصلا چجوری این مسیرش؟ خب همه دوست دارن در نهایت سی لول یک سازمانی بشن. مثلا من 20 سالم از فردا توی لینکدین میذارم چیف مارکتینگ آفیسر. اوکیه؟ ببین شما که بزنید که 100% نه حالا 20 سالگی. به این داستانش از این قراره که تو وقتی CMO میشی میری بیشتر تو لایه استراتژی، یعنی میری تو لایه های کلان. یعنی حتی پیانل و غیره هم دیگه باید توش به شدت اینوالو باشه. اصلا مارکتینگ توش اینوالو هست، توش تصمیم گیریاش توش اینوالو باشه. ولی وقتی مدیر مارکتینگ هستی، مدیر مارکتینگ بیشتر همونطوری که محمد هم گفت تیم لید کردنه، ارتباط برقرار کردنه، حتی نگوشیت کردنه با بقیه است. ولی استراتژی معمولا لایه سی میارتش به پایین. لایه سی یه ذره کلانتره دیگه. مثلا تو باید 10,000 پایی ببینیش، ولی توی مارکتینگ دیگه نه، دیگه قشنگ وسط میدون جنگی رو داری میجنگی. به اضافه اینکه سی خیلی باید بتونه در واقع اون قسمتی که گفتم بتونه مدیران سازمان رو مجاب کنه، کارش سخت‌تره. یعنی قطعا داریم در مورد یه اسکیل سازمان بزرگ صحبت کنیم. آره. چیف مارکتینگ آفیسر قطعا 4 تا مارکتینگ منیجر دیجیتال آفلاین زیر مجموعه هست دیگه. آره. ببین مثلا راجع یه مجموعه‌ای که کلا 10 نفرن 3 تاشون مارکتینگن، نه قطعا 3 تا چیف مارکتینگ. آره خب، ولی داستان از این قراره که تو وقتی که داری راجع به لایه سی صحبت می‌کنی بیشتر لایه راجع استراتژی داری صحبت می‌کنی و باید همش هم بدونی. من چیزی که حالا باز جفتتون بگین، تو هم حتی به نظر من میتونی کامنت بدی، اینه که من چالشم با اینکه مثلا یکی میاد فردا صبح میگه من چیف مارکتینگ CMO فلان جام، اینه که تو وقتی که میای یه تایتلی انتخاب میکنی که اگر هم بری در مورد جاب اسکوپش بخونی یا کلان استراتژیه، هی اونو میخونی، من فکر میکنم بعد نمیتونی روزانه ازش استفاده کنی، چون تو اون تیم 10 نفره اصلا اون یاد به نظر من فکر کنم تایتل سنگین تر تو این حوزه که تو مارکتینگ خیلی ترنده ها، من احساس میکنم آدم ها رو دور میکنه از یادگیری درست. و سن و سال‌ها یه بخشش یادگیریه. من نظرم که تجربه خیلی کمک میکنه تو این مسیره. یعنی یه آدم 20 ساله با دانش بسیار زیاد، مسلط، کامل، به نظر من نمیتونه یک CMO باشه، چون یک سری تجربه نیاز داره که تجربه در واقع در کنار زمان و تست و آزمون خطا به وجود میاد و ریسک کردن و اشتباه کردن. من آرش رو توی یکی از پادکست‌ها می‌دیدم که میگفت تجربه اصلا همش مرتب امتحان کردن و اشتباه کردن و در واقع اچیومنت آنلاک کردن. خب این بر اساس سن به وجود میاد، توی سازمان‌های مختلف کار کردن، با آدم‌ها و تیم‌های مختلف کار کردن. این دو تا پارامتر قبول داری؟ یعنی من که خودم بگم شدم CMO، حالا چه تو سن پایین و اون تعامل و تجربه رو نداشتن و توی سازمان کوچیک، آیا مانع میشه که مثلا تو رشد کنی یا حتی شاید مسیر اشتباهی رو بهت میده؟ من اگه بخوام جوابش بدم، این آره، به نظر من آره. ببین من پدر بزرگم همیشه یه جمله داشت، میگفتش که تایتل شغلی برای ادارات دولتیه. این واقعا فرق میکنه.
تو جای خصوصی اصلا مهم نیستش که تو چیکار کنی، مهم اینه که تو چه تأثیری تو سازمانت داری. حالا هر چیزی که دوست دارن صدات کنن. بعد حالا تو توی ارگان غیر دولتی، توی سازمان کوچیک یا بزرگ، همش دنبال تایتل باشی دیگه، دنبال این که تو چه تجربه و چه حسی و چه چیزی رو میتونی انتقال بدی نیستی. واقعیتش اینه. یه موضوع دیگه هم هستش، این که اوکی الان من CMO شدم یا در واقع میشه گفت PR شدم یا مدیر مارکتینگ شدم، هدفم چیه از این تایتل شغلیه؟ اگر تو اداره دولتی باشی هدف درآمد بیشتره، چون تو اداره دولتی این تایتل متفاوته، ولی تو خصوصی‌ها این نیست. یه موضوع دیگه هم بگم در راسته حرف میلاد، من یه چیزی تو مارکتینگ یاد گرفتم، اینی که باز اینو CMO باید بیاد هی پوشش کنه. یه چیز تو مارکتینگ یاد گرفتم که آقا اگه من 1000 تومان باجت دارم، از این 1000 تومانم 100 تومانش رو باید هزینه لرنینگ و ترینینگ بکنم، هم برای خودم هم برای سازمانم. و این لرنینگ ترینینگ فکر کن ماهانه جمع شه، سالانه جمع شه، یه اکسپریانس خوبی براتون میاره، یه تجربه خوبی براتون میاره که اون تجربه تو هیچ کتابی نمیتونی پیداش کنی، تو هیچ جایی نمیتونی پیداش کنی، چون اکثر کتابای مارکتینگ که حالا هممون خوندیم اصلا مال دنیای داخل ایران نیست. اصلا ربطی به داخل ایران نداره. ببین تو مثلا سوشال مدیا همه جای دنیا، فیسبوک ادز مدل دیگه‌ایه، توی ایران اصلا یه مدل دیگه است. توی ایران مدل بنرهای تبلیغاتی، تو وقتی میری یه سایتی رو باز می‌کنی 50 تا بنر داره، با یه سایتی که مثلا باز می‌کنی تو خارج از کشور 2 تا بنر داره، متفاوت، استاندارداش فرق. به خاطر من اعتقادم اینه که در داخل ایران حداقل اون اکسپریانس به شدت کمک میکنه و اگر اون تایتل رو هم از خودت بکنی بری به سراغ این که اکسپریانس به دست بیاری، حالا 10 سال دیگه بذار تو لینکدین که من CMO شدم جلوی اکسپریانس هم بگم. من تایمم خیلی محدوده، کم و 1-2 دقیقه بعد جمعش بکنیم. من میخوام نظر محمد رو تو این تایتله بدونم، چون از دید من اینه که تجربه من اینه که تو وقتی که مثلا چه میدونم میای به یکی میگی CMO یا یکی خودش به خودش میگه CMO، من فکر می‌کنم کاملا یادگیریش بلاک میشه. یعنی چه مدیره به اسمشو بذاره CMO، سرشو گول به حال حقوق کمتر بده بگه برو لینکدین تو آپدیت کن، چه اون آدم خودش بذاره CMO که مثلا 10 میلیون تومان بیشتر حقوق بگیره، یادگیریشو متوقف میکنه. این سوال آخر من از محمد. نمیدونم تو سوال دیگه اگه داری بریم سراغ بچه‌م. بحث جذابه. آره اون یه با چشمی با هم نگاه میکنیم. تو سریع بگو که ما 1-2 دقیقه سریع. ببین به نظر من آره، من به عینه دیدم که آدمو با انتخاب تایتلای اشتباه، حالا به هر دلیلی که شما هم توضیح دادین، مانع این شدن که پیشرفت کنن، چیز جدید یاد بگیرن. شاید مثلا اگر 6 ماه صبر کنه اون آدم بتونه قدم بهتری، دقیقاً پله بهتری رو بالا بره. این واقعا اینطوریه. و از این طرف دیگه مثلا این باورم غلطه، اگه تیم 5 نفره پس CMO نمیخواد. یعنی من خودم قبلا فکر میکردم که خب تیم باید بالای 15 نفر باشه که CMO بخواد، اما بعد مثلا رفتم یه استارتاپی رو دیدم که اومده بود تیک اوور کنه، اول سال بود CMO اومده بود، CMO داشت به قول شما دنبال چند تا مارکتینگ منیجر میگشت که این تیم قراره طی بازی زمانی 2 سال 30-40 نفر بشه. ولی اون CMO خب اکسپریانسی داشت دیگه. دقیقاً. حالا مثلا من خودم بازی باور غلط دیگه که داشتم این بود که کسی که از دانشگاه اومده بیرون مستقیم بدون تجربه کاری نمیتونه CMO خوبی باشه. ولی خب این آدم مثلا فوق لیسانس MBA هر جایی داشت و خب اومد و واقعا آدم تاثیرگذار خوبی هم بود. و اینطوریه که معمولا ما بر اساس تجربه میتونیم قضاوت کنیم. من خودم همه مدلی رو دیدم، اما مثلا همیشه وقتی که دیدم کسی بالای 5 سال تجربه داره، 5 سال تجربه‌ای که حالا فی الواقع اون کار رو انجام داده، مثلا CMO بوده، این شاید تاثیرگذارتر بوده. اوکی. اما سوال آخر تو میپرسید حالا من بحث یادگیری رو بگم که واقعا تو هر پوزیشنی به نظرم مثلا نباید اون پوزیشن مانع یادگیری باشه. یعنی اگه CEO سازمانم هستی، خصوصا الان که هر روز همه چیز در حال تغییره، ولی قبول کنید تو مارکتینگی که الان در ایران تو اصلا مارکتینگ هم بایاستی داره. آره. من نمیدونم حالا شایان خواننده ها بوده. زمان ما شایان یه تایمی با دیولپرها مشکلش الان امروز با مارکتینگ مشکله. ولی خب سوال آخری که میخواد پولدارشی CMO شدن، حقوقش تو ایران چه جوریه؟ واقعا تو رو پولدار میکنه؟ عشق ساختن است از این چالشی تیمو؟ آره دیگه. چند مزنش چنده واقعا؟ الان مثلا چقدر حقوق میگیری؟ بخاطر همین با CMO چالشی نمیشه دیگه مستقیم.
یعنی سالا تو همه داریم رنج حقوقی که مثلا واقعا یه کسی که میره توی سازمانی تو تاپ ترین پوزیشن مارکتینگش، حالا تو متوسط و بزرگ بریم، از این جهت میگم که یه کسی که داره وارد این حوزه میشه قطعاً که مسئله مالی میتونه براش یکی از اهدافش باشه. هرچی هم که ما بگیم برو یاد بگیر، برو مثلا برو تو دل داستان، الان میدونه آقا مثلا میثم کیهانی داره ما 300 تومن 400 تومن میگیره، خب اوکی پس من شروع بکنم تارگتم این باشه. ببین من یه ذره نگاه متفاوته. به نظر من اگه بخوای بری مثلا ما 300 400 تومن بگیری خیلی راحت‌تر میتونی تو 2 سال بری املاکی کار کنی در بیاری. خب ولی نه رو نگفت حالا دیرم متفاوته. ولی داستانش اینه که من باز دارم خودم میگم آقا یه وقت سوء تفاهمی به بقیه نشه، من واقعا قسمت کوچیکی از کاری که دارم میکنم بابت پوله. اینو صادقانه تو رو شخصا میدونم که واقعا اینجوریه. آره واقعا صادقانه. ولی من میخوام به عنوان کسی که تازه داره وارد، حالا الان توصیه‌ات قطعا هم همینه، ولی واقعا میگن به خاطر پول اگه یه کاری رو شروع بکنی ممکنه زود ناامید بشی. ولی یه چیزی رو میگم، اگر قراره برنامه‌ریزی بکنی که اون ور دنیا بری زندگی بکنی، اصلا تو فیلد مارکتینگ نیا، چون متفاوت اصلا نیا. اصلا حالا سوالام یه جوری دیگه بپرسم. تو جاب ویژن فکر کنم مارکتینگ منیجر رو مثلا یه سالری نزدیک 70 80 تو گزارش امساری زده. آیا این عدده میخوام ببینم کسی نزدیک عدد متوسط سی ام او یا مارکتینگ منیجر؟ سی ام او رو ببین بیزینس با بیزینس فرق میکنه، آدم با آدم هم فرق میکنه. خب چون خود آدمی یک رقمی داره، میدونی آره دقیقاً یه لولی دیگه اصلا هانت میکنن. آره دقیقاً نمیره مثلا اپلای بکنه. دقیقاً. ولی به نظر من عدد معقولیه و میتونه خیلی بالاتر هم بره، باز بر اساس آدم اون سازمان آدم. تو فکر می‌کنی که آیا اصلا تو از ساید چیزام میتونی بگی اصلا یه چیزی که میخواد شروع کنه مثلا تو این بازه شروع کنه چه رقمی واقعا با اون تمام چالش‌ها و استرسایی که داره واسه ورود به بازار الان نرمه توی این راست شو؟ شاید الان من مناسب ترین آدم باشم برای اینکه این سوال ازش بپرسی، چون دارم اینترویوی آره چون دارم البته پیندو عزیز رو ترک میکنم و دارم مصاحبه میکنم با جای مختلف و آفرها رو میگیرم و خیلی مستقیم بخوام بگم از 30-40 تومن کفه تا 130-40 تومن. ولی خب مثلا اونجایی که به قول شما داره 90 تومن میده خیلی چیز حجم بزرگ عجیب غریبیه و خب مثال میزنم من خودم برای پوزیشن سی ام او اپلای نمیکنم، من خودم الان مثلا در اون حد نمیبینم. اینطوری هم که درگیر استراتژی میشم، درگیر باجتینگ میشم، حتی درگیر شاید مثلا چیزای کلانترم بشم، اما خب من دارم راجع به این پوزیشن نظر میدم الان و اینجوری رنج اینقدره. حالا مثلا شرکتایی که توی حوزه تکنولوژی هستن حقوقی کمتری میدن، شرکتایی که توی حوزه مثلا بازار FMCG ان و آره حقوقی بیشتر میدن. مرسی از اینکه وقت گذاشتین. سی ام او بیاد پادکست درست کنی درآمدش بیشتره یا سی ام او؟ اینو نمیده، اینو ما پاسخ نمیدیم، اینو ما پاسخ نمیدیم. دیپلماتیک آره مثل خودش که نمیگه ما بستگی داره سی ام او دیگه به ما پول میدن یا نه. پوره گلرنگم که خوب پول بده. خیلی خوشحال شدیم، خیلی دوست داشتیم بیشتر صحبت کنیم. عالی بود، مرسی از اینکه وقت گذاشتین و دمتون گرم. مرسی واقعا، یاد گرفتیم ازتون و لذت بردیم. امیدواریم که بینندگان عزیز و شنوندگان عزیز این پادکست حال کرده باشن. شب و روزتون خوش، خدا نگهدار. آقا دمتون گرم، خیلی مخلصیم، خیلی کیف کردیم.